از مناطق آفزاده ترکیه خبر خوشی به دست رسید. روز 11 فوریه سال 2023 در جریان عملیات نجات در شهر قهرمانمرش ترکیه، نجات‌دهندگان تاجیک 2 نفر پدر و طفل 6 ماهه او را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک ویدیو خبر داد که نجات‌دهندگان تاجیک در نتیجه استفاده دقیق تجهیزات نجات در عمق یک ویرانه زیر تپه سنگ و بتون و خاک آدمان زنده را حس کردند. آنها خیلی بزودی ولی احتیاط کارانه همه مانع‌ها را برطرف کردند و طفل 6 ماهه را همراه با پدرش از زیر ویرانه بیرون کشیدند. این 2 نفر زیر ویرانه ها مدت 5 روز زنده مانده بودند. گفته می شود که هنگامی که نجات می دادند این 2 نفر به خوبی وضع را می توانستند تشخیص کنند. این رویداد بی‌نظیر است. 5 شبانه روز به امید زیر ویرانه ها زیستن و بالاخره رسیدن از مرگ احتمالی، می نویسد کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. پدر و فرزندش را به بیمارخانه انتقال دادند. در جریان کارهای نجات تا ساعت 14 با وقت ترکیه، امدادگران تاجیک از زیر ویرانه‌های خانه‌های استقامتی 25 جسد را نیز بیرون آوردند و همچنین 2 تفنگچه و کمان با تیرهایش، همچنین 400 گرم آرایشات طلایی را نیز پیدا کرده همه این اشیاء یافته شده را به مقامات حفظ حقوق شهر قهرمانمرش سپاریدند. کارهای نجات با شدت ادامه دارند. تیم نجات بخشان تاجیک عبارت از 50 نفر با شمول نجات‌دهندگان و طبیبان اینک 2 روز باز در قهرمانمرش به کارهای نجات مشغول است. آنها را 4 کارمند سفارت تاجیکستان در ترکیه نیز همراهی میکنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت قهرمانمرش یکی از منطقه‌های اعظم ضرر دیده بر اثر زمین‌لرزه پرقربانی روز 6 فوریه در جنوب ترکیه و شمال سوریه است که بنا به آخرین خبرها شماره قربانیانش به 25,000 نفر رسیده است و میتواند بازم بیفزاید، چون که صدها نفر دیگر همچنان در زیر ویرانه‌ها و بناهای فرو رفته به نام و نشان باقی میمانند.